پس از انجام ملاقات مذاکرات سطح عالی در حضور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ولیعهد دولت کویت شیخ صباح الخالد الحمد المبارک از صباح مراسم امضای سندهای نوی همکاری برگزار شد. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی در حضور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ولیعهد دولت کویت شیخ صباح الخالد الحمد المبارک از صباح مراسم امضای سندهای نوی همکاری برگزار شد. برای تحکیم و توسعه مناسبت‌های همکاری در مجموع 9 سند نوی همکاری به امضا رسید. از جمله 5 سند آن در حضور سران دولت‌ها و 4 تای دیگر در حاشیه سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دولت کویت. یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت کویت اوید به تنظیم قوای کاری در بخش خصوصی. یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و اکادمی دیپلماتی وزارت کارهای خارجی دولت کویت. یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت کویت اوید به همکاری تجارتی. یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت کویت اوید به همکاری در ساحه صنعت. پروتکل درباره وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و دولت کویت اوید به کناره‌گیری از اندازبندی 2 کرته و پیشگیری سرکشی از سپاریدن اندازها از درآمد و سرمایه. یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت کویت اوید به همکاری در ساحه استانداردیزاسیا. سازشنامه اوید به همکاری میان اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور و اگنتی اطلاعاتی دولت کویت کونه. یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت کویت در ساحه تربیت جسمانی و ورزش. برنامه اجرایی سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت کویت اوید به همکاری در ساحه سیاحی برای سالهای 2024-2026.